عظمت و بزرگی ذکر خداوند عزوجل. عبید بن عمیر یکی از بزرگان تابعی میگوید تسبیحة بحمد الله فی صحیفة مؤمن خیر له من جبال الدنیا تجری معه ذهبا. یعنی میگوید یک تسبیح با حمد خدا، یعنی یک بار سبحان الله و بحمده گفتن، این ذکر زیبا و معطر را به زبان آوردن که در صحیفه کس ثبت میگردد، میگوید بهتر است برای انسان از اینکه همه کوه دنیا برایش طلا شود از آن او باشد. زیرا همه کوه دنیا اگر هم طلا شوند، زر شوند، دنیا فانی است، اما این ذکر مبارک اجرش باقی است و ابدی است. یعنی امام مجاهد میگوید انسان مؤمن از کسانی که خدا را بسیار ذکر میکنند با این صفت متصف نمیگردد، مگر در این صورتی که خدا را در حال راستا بودنش، در حال نشسته بودنش و در حال حتی دراز کشیدنش ذکر کند. یعنی در همه حالت خدا را ذکر کند، تسبیح و تمجید و حمد و ثنا گوید. ذکر خداوند توفیق است. ذکر خداوند دلیل محبت خداوند بنده است. میمون بن سیاه یکی از بزرگان بصره که ملقب به سید القراء بودند، پیشوای قاریان، میگفتند اذا اراد الله بعبد خیرا حبب الیه ذکره. وقتی خداوند بنده را دوست دارد، ذکر خودش را نزد آن کس محبوب میسازد. چنان بنده میگردد که ذکر خدا را دوست میدارد. نمیتواند روزش بدون ذکر سپری شود، شبش به ذکر سحر شود، بلکه ذکر یک عادت دوست داشته اش میگردد که پایبندی او میباشد. ذاکر بودن، خدا را ذکر کردن توفیق الهی است و کرامت است، لطف است و دلیل و نشانه بر محبت خداوند آن بنده است. کم ذکر کردن خداوند مصیبت است، بلایی است که انسان باید از این بلا خود را خلاص کند. شمیت ابن عجلان دیگری از پیشینیان بزرگ اسلام میگوید علامت المنافق قلت ذکر الله. نشانه منافق کم ذکر کردن خدا راست. پره ترک کردن نه، کم ذکر کردن. حتی مؤمن میباید خدا را زیاد ذکر کند و این صفت منافقان در قرآن نیز ذکر گشته. ولا یذکرون الله الا قلیلا. خدا را بجز اندک به یاد نمیبرند، بجز ذکر نمیکنند. واذکر الله کثیرا واذکروه بکرة و اصیلا. خداوند امر کرده در آیه‌های گوناگونه با اسلوب گوناگونه که مؤمن میباید به ذکر خدا باشد. لا یزال لسانک رطبا بذکر الله. همیشه زبانت به ذکر خدا معطر باشد. صحابی را پیامبر صلی الله علیه و آله توصیه کرده. ذکر جلای قلب است، صفای روح است. آنگونه که آهن زنگ میزند، قلب انسان زنگ میزند، زنگار میگیرد و شستن قلب از زنگارش این توسط ذکر و تلاوت قرآن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیثی که امام بیهقی در شعب الایمان و امام قضائی در مسندشان روایت کرده گفتند ان هذه القلوب تستأ كما يستأ الحديد قیل فما جلاؤها یا رسول الله قال تلاوة القرآن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند همانا قلب نیز آنگونه که آهن زنگ میزند زنگار میگیرد. گفتند فما جلاؤها یا رسول الله، جلای آن چیست؟ چگونه میتوان قلب را صیقل کرد، از زنگار تازه کرد؟ فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند تلاوت القرآن. جلای قلب، صیقل قلب تلاوت قرآن است که از بزرگترین انواع ذکر است. تلاوت قرآن. کدام ذکرها را باید بیشتر کرد؟ کدام ذکرها محبوب ترند، خوشترند نزد خدا عزوجل؟ به این سال پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب گفتند. در حدیثی که امام مسلم و ابو داود و نسائی و ابن ماجه روایت کردند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند احب الكلام الى الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا یضرک بایهن بدا. محبوب ترین سخن نزد خداوند، محبوب ترین ذکرها نزد خداوند سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است. و باکی ندارد از کدام این شروع کنیم، از کدامش آغاز میکنیم ذکرت را باکی ندارد. مهم این چهار را به زبان آری و تردید و تکرار نماییم. از محبوب ترین ذکرها نزد خداوند عزوجل. در حدیث دیگری که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. دو کلمه است که در زبان خیلی آسانند و در میزان، در ترازوی اعمال خیلی سنگینند. به نزد خداوند خیلی محبوبند. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم.